دستیا تندرستی یا کانتونا فرات جوینا خویا سالانه لباجار کوبانی لدار خست. جوین با آمادبونا نونرین قادا تندرستی یا کانتونا فرات لآواهی انجمنا جبجی کار لدار کد. د جوین ده دستپیک گشتان سیاسی هاتن نرخاندن. پشتره راپورین خبات این سالانه هاتن پیشکش کرنه. دستیا تندرستی د جوین ده بحث خبات خواه این سالی کر و جبو سالا ده هاتی جی نخشره خواه دست نشان کره. هفسروکا دستیا تندرستی یا کانتونا فرات عزیزه ابراهیم جروجاوا تیوی را راگهانده که دولتا ترک چند جاران تیمین وان هدف گرتن و خباتن وان آستنگ دکه. 40 مليون و135 ألف ایرو جوینا مثالانه بو دسته تندرستی یعنی کارو خبات ساله که هاتی کرنه آستنگی گود به ساله دا مدیدنه کارو خبات می گود به ساله دا مایی هاتنی قاش کرن به سال مایی دا چل پی ماما ده سال نیدامه چه پیش بخن چه پیش دا چه بکن جبو هرمه راستی یعنی سالک در باس بود سالک پر زحمت بود وقت تندرستی ما زحمتی پر دادی دالی طیبت دالی هم بجند عالی ملی سیاسی دا یعنی تو بوتانگ هم بجند در سر خسته ما دا هاتن سر صعف ما هاتن او بخاطر شکی یعنی نه قبول کردن نه گرک طیبت باشه تندرستی یعنی نه خسته هدف وار نگرتن نه بلاس هدف وار نگرتن یعنی تجارت و تشتانه قبول کردن لیاما دشمن بیتشتی بسر ماتینه براستی یعنی او تشت پر زحمتی ما دیدن حتی ما در باز کرد و سالا و هم پیوینه یعنی سال نیج بو خلق هرمه هم تشنه باشتر بکن ده 2024 دا سر پیشوازی نساقات هندر خسته دا پیشکتن کارمند دا تمديد العزلة المفروضة على القائد أوجلان منذ